خودکشی چیست و چرا بعضی آدمان دست به چنین عملهای وحشت‌آور و یا ننگاور میزنند؟ خودکشی عملی است که آدم خودخواهانه جان خودش را به فلاکت گرفتار میکند یا ضرر جدی جسمانی به جانش را میبیند. در تعلیمات قرآن و سنت بدن انسان امانت الهی است در نزد انسان. اگر رفت و خودخواهانه یا از روی قصد به جان خودش اندک ضرر برساند، در پیشگاه پروردگار گناهکار است و گناه بسیار بزرگ است. برای همین در قرآن بیشتر بسیار با صبر و با تحمل مردم را تشویق و ترغیب میکند. صبور باشید، تحمل کنید، برداشت کنید و به آینده امید نیک داشته باشید. کدام عامل ها بیشتر میتوانند انسان را به سوی راه خودکشی روانه سازد؟ عامل اساسی افسردگی یا ناامیدی یا روح افتادگی است. آدم روح افتاده شد، دلش به دنیا، به شیرینی ها و لذت های دنیا سرد می شود و آینده را خوب دیده نمی تواند و مرگ رو از زنده بودن و زندگی افضل می پندارد. برای این پروردگار در سوره حجر آیه 56 می فرماید که جز گمراهان کیست که از رحمت پروردگارش ناامید شود. یعنی پروردگار گمراه می پندارد و گمراه می حسابد کسی را که از رحمت او ناامید می شود. چه عامل می شود که آدم ناامید می شود؟ یک بار خبرهای منفی رساندن، در یک میجه زدن آدم ناامید می کند و آدم باید در همین زمینه باید به خدایی که پروردگار حاضر و ناظر است، رؤوف و رحیم است، قادر و توانا است، دهنده و گیرنده است، عزت دهنده و ذلیل کننده است، به همین باید همیشه بر دوام متوکل باشد. عامل دیگر مثلا مالداری است. هر کسی از حد زیاد مال و ثروت دارد و زکات نمیدهد، خیر احسان نمیکند، روحیه خیر احسان در دلش بیدار نیست، با مجرد اندک کم شدن مال و ثروت دست به فلاکت میزند، خیال میکنه که عمومی مالش از دست رفت. دیگر عامل‌ها از قبیل مثلا سطح پست معرفت دینی و دنیوی، قرضداری، ضعیف ایمانی، طلاق‌های بی اساس، تهمت و طعنه و مسخره و ملامت بی منطق و منت کردن، علاوه بر این خشونت‌های بردوام شخصی، عائلوی و اجتماعی. عموما این رفتار شخصی میل به خودکشی میزند چگونه نشانه ها دارد؟ هزارها عامل هستند که نشانه میدن، علامتی است، نشان میدهد خودش رو که همین نقشه‌های منفی در ذهنش دارد. مثلا اهمیت ندادن به تمام زیبایی دنیا، بدپوشی، افلاس پوشی، به خس و خاشاک سر و کار گرفتن، این عامل هستند. علاوه بر این مثلا با اشیاء سوختنی باب و شکستنی باب سر و کار گرفتن، هر چیزی رو میسوزاند، هر چیزی رو میشکند، این عامل است. از این ساده تر مثلا بسیار در حاجتخانه نشستن. کسانی که امروز بهانه میکنن متاسفانه که گویا ژورنال میخوانند یا مطالعه میکنن، گویا با اینکه ناس میکشن، متاسفانه روحشون بیمار هستند. ببین روح آدم رو دیده نمیشود، اما زمانی روح بیمار میشود خودش رو نشان میدهد. روح که بیمار شد افسرده خاطری نشانه پژمردگی روح و روح افتادگی است. و هست کسی که مثلا از عائله، از بستگان پیوندان با هم نشسته نمیتواند، در جامعه با مردم آمیزش ندارد و همیشه کوشش میکنه جای تاریک را اختیار کند. به هر بهانه البته اون وقتی پرسیده میشن میگه مده همین معقول است. خودش حس نمیکنه روحش بیمار است. متاسفانه بستگان و پیوندان دور و برش هم اهمیت نمیدهند که این علامتی منفی است، این نشانه ناخوب دارد. و یا که از راه میپرسد همونجا چه رفتن ممکن. وقتی قصد سفر میکند به اساس به منطق، این یک نشانه، یک آگاهی است که چرا تا امروز قصد سفر که از کجا صحبت کردیم، معناش که نقشه گریز دارد، این باید از اینجا برود. خیال میکند به جای دیگر برای روحش آرام آسوده میشود. بیماری روح از درون است. کسی خواب در شب و روز از ذهنش پریده است، کسی اهمیت نمیدهد که چرا این شخص، این طفل یا این دختر یا پسر چرا نه شب میخوابد نه روز. علاوه بر این نشانه دیگر چشمش یک نقطه را نگاه کرده ایستاده نمیتواند، همیشه در پریشانی است. یا از داخل خودش صحبت میکند که میگه شما مثل من هستید. گاه در گوشم چنین صدا میرسد که کسی مرا صدا میکند. این عامل هستند، خودش اینو حس نمیکند. مردم که شنید کسی دور و برش هستند در حال باید تصمیم عاقلانه بگیرند، حتما با دکتر مراجعت کنند. یا میگه که من در روزم حتی تنها به جای رفتن نمیتونم، حس میکنم کسی از قفام هست، یه شلفه پای میشنوم. اینا نشانه های هستند که دیر یا در آینده خیلی نزدیک احتمال است که این برادر یا خواهر دست به کلفت بزند. علاوه بر این کسی که میشینه در نزد کسی از جهان باطن صحبت میکند بسیار تیره و تار و تاریک است، آدم شنونده باید حس کند که این علامتی است که باید رو پیشگیری کرده شود، یعنی روحش در جاش نیست. با خود گرفتن اشیاء سوزاننده یا برنده و خلنده که
عادت نداشت، سابقه نداشت که چون اسباب و لوازمات با خودش بگرداند، یعنی نشانه است که آگاه میکند دور و برش را که من چنین نقشه دارم. همین مانند خداحافظی های ناگهانی، خیر پناهتون به خدا، خیر خداحافظ، خیر من میروم، خب این نشانه است که از بیماری روح و از راه افتادگی انسان درک میدهد. یا برآمدن و یک چند روز خانه آمدن، کسی نباشد این شخص خواه زن باشد خواه مرد، چرا همین خانه میدارم دلگیر میشم. این نشانه است که این دلگیری، راه افتادگی، این باید برداشته شود، دلبستگی جای کرده شود. در انسان ظاهر شدن علامت های غیر طبیعی، مثلا زن رشک دارد، مرد غیرت دارد، لیکن این طبیعی بود. رشک زن طبیعی است. غیر طبیعی چرا گفتم؟ رشک کور. این انتظار باشه که هر مصیبتی بر سر انسان آمدنش ممکن است. اولین فلاکت بر سر خودش، چون رشک کور نابینا است، بدرشکی میگیم. این یک نشانه ای است که انتظار باشه که اگر چنین حالت دوام دهد، کلفت یا فلاکت یا هلاکت در بار دارد، در آینده دارد. در حال چیکار کردن در کار؟ احتیاط کردن در کار. به همین مانند هجوم ها و تهمت های ناحق، تهمت های خیالی. وقتی بر کسی تهمت میزنن، خدا به هر کس صبر جمیل دهد، خیلی کار ننگین و سنگین و وزمین است. اگر به خواهر پاک دامن تهمت بزنن که دامن تو پاک نیست، یک بار این دنیای کشاد و روشن براش تاریک می شود و جز اگر ایمان داشته باشد به خدا توکل میکند و صبر تحمل میکند، چون میدوند که امتحان است، خدا امتحان میکند، خوار نمیکند. اما تهمت های خیالی و بخص در پاک دامنی خواهر خیلی گران است، از مرگش بالاتر است. کسی را از حد زیاد طعنه میزنند، ملامت میکنند، تحقیر میکنند، شخصیت نمیپندارند، از حقوق انسانی معنوی و مادیش محروم میکنند. این نشانه چی است؟ این آگاه کننده است که شما همه کسا شده هجوم کرده این، اکنون نتیجهش بگیرین. کار بسیار ناخوب است، ننگین است. برای همین چنگ به ایمان زدن و بلند برداشتن معرفت حقوقی و معنوی انسان از انسان میسازد. همه کلفت و مصائب و مشکلات را با سر بلند رد میکند. آیا انسان میتواند خود به خود از افسردگی یعنی رها یابد؟ پروردگار در سوره ملک میگوید هدف از آفرینش همین است که ما شما را امتحان میکنیم، کدام شما به احسن و عمل میکنید. این نومید نمیشوید و کسی ذره عقل به کار برد افسرده خاطر را نیست میکند و مهلت های طولانی هم ندارد برای کسی که عقل به کار میبرد. در همین راه افتادگی بیولوژی اینجا روانشناس و متخصص دکتر است، بله. طبیب است، اینا باید با اون مراجعت کنند. اگر بر روانی باشه به طبیب روانشناس. پروردگار در سوره بقره آیه 155 میفرماید هر آینه من شما را امتحان میکنم به خوف و ترس، به گرسنگی، به نقص مال و اموال و ثمرات، میوه ها، هر چی که محصول دست است، با نابودی اینا تو را امتحان میکنم. بشارت بده کسانی که صبر و تحمل میکنن. اما اگر راه افتادگی یا امتحانات ساخته و بافته از قبل انسان باشد، اینجا عرض شکایت به درگاه خدا، به درگاه قانون. این حق قانونی است، حق مشروعی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر وقت اندوه او را فرا میگرفت، حتما دو رکعت نماز ادا میکرد. چرا؟ چون فرمان قرآن است. علاوه بر این ذکر کردن تمام دستورهایی که از قبل شریعت آمده است، صوم و صلات، حج و زکات، خیر و احسان، دعا و نیایش، توبه و تضرع، ندامت، همه همین برای آباد کردن جهان باطن انسان است که تو هیچ وقت از درگاه خدا ناامید نشو.